یه دختر خوشگل داریم که با پای شکسته اومده برای ابروهاش. عزیزم مشکلت با ابروها چیه؟ من یکم این تاج ابروم اذیتم میکنه که قرینه نیست. بعد این پایین ابروم یکم خالیه، این گوشه های ابروم. حالا دیگه امروز آوردم بدم دست شما که اجو میدونی که بیرون میخواستم برم، خیلی اذیت بودم، همش با مداد میکشیدم. حالا پایین ابروم، این گوشه های ابروم وقت زیادی ازم میگرفت. چی شده ما که موندیم والا، چی خودش نمکه اداهاش واویلا. خیلی عالی شده، اصلا فکرش نمی‌کردم اینقدر قشنگ بشه. همون که از این مداد کشیدن من نجات دادی، خیلی ممنونم عزیزم. خیلی خوشگل شده. مرسی. من واقعا خیلی استرس داشتم که اونی که میخوام در بیاد کنم، ولی واقعا اونی که شد عزیزم خدا که میخواستم.